خوانیدین، شبکه مبارکه، خدا خیرتون بده. ایشان برادر بزرگوار من اینو بگم آقای خامنه‌ای خیلی کثیفه، خیلی زیاد نجسه، یعنی بابا کرم خیلی، بابا کرم چیزی نیست. شما بدانید که این آقای خامنه‌ای اینقدر نجسه، اینقدر کثیفه، در اون زندان روحانیون، بینندگان محترم، روحانیونی که اهل دروغ نیستن، اهل نماز شب هستن، به من گفته‌اند با یک واسطه که آقای خامنه‌ای در زندان کارهای خیلی نجس منافی عفت دیگر خودتان بدانید مرتکب می شده. اینو خودتان بدانید دیگر چیه دیگر منظور. همون مال قضیه حمام منصوری در زندان هم اتفاق افتاده. اینو من از روحانیونی شنیدم که اهل نماز شب با یک واسطه به من نقل کردن، با یک واسطه نقل کردن. این خیلی آدم نجسیه. بابا کرم تازه خیلی چیزی اندکیه. سلام علیکم.